ماجرای گم شدن الماس هم میدونستید؟ 2 روز پیش الماس این انگشترم افتاد و گم شد. نمیدونستم کجای شهر ساریه. باورتون نمیشه چجوری پیدا شد. اینجا با نخکش شدن لباس هم فهمیدم که نگین انگشترم افتاده. اولین راهی که به ذهنم رسید شروع کردم استوریامو شخ زدن تا ببینم این الماس تا کی سر جاش بوده. هرچی گشتیم هیچ فایده‌ای نداشت تا اینکه از آموزش‌های خودم استفاده کردم به این رسیدم که باید چراغ یووی بلک اند دکرز آمریکایی ما استفاده کنم. چون گول مرحله آخر چراغ‌های اکتشاف جواهر همینه و جزئی کل چراغ‌های فروشگاه رو خاموش کردم تا باهاش بهتر بتونم اکتشاف کنم. طول موج این چراغ قوه تخصصی 365 نانومتر و ویژگی اصلی و خاص این چراغ قوه داشتن فیلترهای لنزیه که باعث میشه الکی همه جا رو آبی روشن نکنه و فقط سنگ‌های مورد نظرمون رو روشن کنه. ولی با این همه تفاصیل اصلا کار ساده‌ای نیست. توی فروشگاه جواهر دنبال یه تیکه الماس می‌گردید چون خیلی چیزا رو روشن می‌کنه. کل فروشگاه رو سینه‌خیز شخ زدیم تا رسیدیم به این جام قلمزنی چند متری. خودشه پیدا شد آقا، خودشه. وای الماس رو پیدا کردم. وای کجا افتاد؟ رفت گفتم دوباره گم شده. این جام چند صد کیلویی خودم تنهایی حرکتش دادم ولی دوباره معتاد شدم. همین نور یووی دیدم افتاده روی این پایه، فکر کردم رفته زیرش. مگه میذارم گم بشی؟ کل ساریه واسه زیر رو کردم. یا ابوالفضل. آها اینجاست. آره آقا، مال حلال برمیگرده یا اینو باید مدیون علمم باشم که با نور یووی تونستم پیدا کنم یه الماسو.